به نام خدا، با سلام خدمت شما عزیزان. بنده سید مجتبی اسماعیلی هستم از تیم برنامه‌نویسی شرکت سایت ساز. در خدمتتون هستیم با ویدیو آموزشی فروشگاه ساز گنجینه و در این قسمت قصد داریم در مورد QR کد صحبت کنیم. این قابلیت به مدیر سایت این اجازه رو میده تا یک سری اطلاعات و جزئیات کالا رو در قالب QR کد برای مشتری قرار بده تا خریداران بتونن با استفاده از تبلت ها و گوشی های هوشمند خودشون این اطلاعات رو ملاحظه کنن، این اسکن کنن ابتدا و بعدا در گوشی خودشون ملاحظه کنن. این اطلاعات میتونه شامل جزئیات محصول، صفحه جزئیات محصول که لینکش رو در اختیار خریدار قرار میده و همینطور اطلاعات دیگه مانند ویدیو آموزشی و همطور PDF، لینک PDF رو در اختیار کاربر قرار میده و از دیگر کارهایی که این QR کد داره این هستش که کاربر با استفاده از اسکن کردن این QR کد میتونه اون رو برای دوستان خودش ایمیل کنه یا اینکه تمام اینها رو به صورت یک کالکشن در گوشی خودش ذخیره کنه و بعدها اون کالاها رو با همدیگه مقایسه کنه و روند خرید رو میتونه در گوشی خودش دنبال کنه. البته بهترین و بروزترین استفاده از QR کد زمانی هستش که شما بتونید با استفاده از گوشی خودتون این QR کد اسکن کنید و بتونید برای پرداخت به درگاه پرداختی بانکی متصل بشین و این محصول رو خریداری کنید که این قابلیت هنوز در ایران جا نیفتاده و یک سری تعاملات لازم برای بین سایت پذیرنده و بانک باید وجود داشته باشه تا بتونن از این قابلیت خیلی خوب هم استفاده کنن. من ابتدا روند تولید بارکد رو، این QR کد رو خدمتتون نشون میدم تا بدونید که چطور میشه با استفاده از فروشگاه ساز این QR کد تولید کرد و خروجی این QR کد به چه صورت هستش. همونجوری که اینجا ملاحظه میکنید QR کد در این قسمت، یعنی در قسمت جزئیات کالا نمایش داده میشه. البته شما این QR کد رو در قسمت ویترین ها میتونید داشته باشین. فقط کافیه شما در این قسمت پارامتری که مخصوص به QR کد هستش رو در ویترین خودتون قرار بدین، در الگوی ویترین خودتون، تا کاربر هم در اینجا بتونه با کلیک بر اون بتونه QR کد رو ملاحظه کنه و لازم نباشه به جزئیات محصول بره. حالا من قسمت مدیریت پنل سایت هم میرم و در قسمت کالاها میخوام که برای این لپتاپی که جزئیاتش رو چند لحظه پیش خدمتتون نشون دادم QR کد تولید کنم. من به قسمت بارکد میرم، در این قسمت ویژگی ها بارکد میرم و اینجا ملاحظه میکنید که این بارکد قبلا تولید شده. نکته‌ای که مهم هستش این هستش که این بارکد و اطلاعات داخل اون بر اساس آخرین بروزرسانی که بر روی این کالا انجام گرفته تولید شده. یعنی اینکه اگر شما این لپتاپ رو ویرایش کنید، نامش رو ویرایش کنید و یا اینکه ویدیوهای جدیدتری بذارید یا ویدیوها رو کاملا عوض کنید و یا حتی فایل PDFی که برای آموزش قرار دادین یا راهنمای این محصول هستش قرار دادین تغییر کنه، در این QR کد نمایش داده نمیشه و صرفا اون ویدیوها، اون آخرین تغییراتی که قبل از تولید بارکد بوده در این QR کد وجود داره. پس من اگر یک فایلی
اگر یک فایل PDFی اینجا مثلا اضافه کنم، شد دوتا. این فایل دوم PDF دیگر در این بارکد من وجود نداره. در این بارکد من تنها یه PDF وجود داره و من باید برای اینکه اون فایل هم در این QR کد قرار بگیره یه بار حذف کنم و دوباره تولید بارکد رو بزنم. و همینجوری که می‌بینید این بارکد جدید به وجود اومد. نکته دیگه این هستش که شما برای هر محصول باید این روند تولید بارکد رو انجام بدین و به صورت دیفالت این تولید بارکد وجود نداره، چون بر اساس اطلاعات اون محصول هستش و شما وقتی تمام اطلاعات محصول رو وارد میکنید در آخرین روند کاری میایین تولید بارکد رو میزنید تا تمام تغییرات و تمام ویژگی هایی که برای اون محصول قرار در نظر گرفتید در این بارکد وجود داشته باشه. حالا که ما این بارکد رو به وجود آوردیم، QR کد رو در حقیقت به وجود آوردیم، میخوام ببینیم که خروجی این QR کد به چه صورت هستش. من قبلا توسط یه گوشی هوشمند از این QR کد اسکن کردم و خروجیشو شما اینجا ملاحظه میکنید که نام، عنوان اون محصول و قیمت اون محصول قرار اینجا وجود داره. ویدیو PDFی که اینجا وجود داره برای محصول لینکش قرار گرفته به همراه ویدیو. همونجوری که میبینید آخرین باری که من اسکن کردم تنها یه محصول، یه PDF در این QR کد قرار گرفته. شما در گوشی‌های همراه خودتون اگر روی این لینک کلیک کنید مستقیما این ویدیو اجرا خواهد شد در گوشی خودتون و جزئیات محصول هستش که شما برای کلیک برای تاچ برای این لینک صفحه جزئیات این محصول برای شما نمایش در میاد و شما میتونید حتی روند خرید رو از این طریق پیگیری کنید. یک سری اکشن های دیگه ای هم برای این QR کد میتونید شما انجام بدین که جزو قابلیت های خود QR کد ریدر شماست که میتونه هر نوع اپلیکیشنی باشه. به صورتی شما میتونید اونو ایمیل کنید برای دوستان دیگه خودتون، میتونید پیامک بزنید و یا اینکه تمام این QR کد ها رو میتونید ذخیره کنید و که بعدها بتونید اونها رو با هم دیگه مقایسه کنید و بتونید محصولات مختلف رو با هم مقایسه کنید و از این قابلیت به نحو احسن استفاده کنید. پس ما اینجا به شما نشون دادیم که چطور میشه از QR کد استفاده کرد. QR کد استفاده خیلی زیادی داره و همونطور که گفتم اصلی ترین مهمترینش این هستش که شما بتونید با استفاده از QR کد و اسکن اون محصول رو خریداری کنید از طریق درگاه پرداخت تا اینکه روند خرید خیلی سریعتر و آسان‌تر برای شما دنبال بشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشین و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.